همه دونه که وقتی که پوره به استفاده دادیم همین نیروگاه او تو جوره به جوره دستی به دست کنیم سازیم راغونه. برادرها آبادی وطن شهرک راغون په اینو ببینید گلکاری را ببینید. در مکان استراتژی برای دولت و ملت ما قرار داریم. دوستان عزیز روزی همت بخیر شادی باشه. ما اینا همه کسا سرجم شدیم با امروز این میرزا. بله زنده باشین. زورایان تسس جمع شیم. اینا همه صغیرا نباشن با زورای. صغیرا میپوله. خلاصه گپ راغون رفتیم انتظار باشین اونجا با ولی برادرامون بگیم که کلی بلاگرها عقیب اومده استن. راغون دا یک جای میشیم دیدن میکنیم تماشا میکنیم تازه برای شما تاخشه تماشا کنیم اینترس میشه. رفتیم اینا دوشنبه شهری ما دوشنبه مده پریش براگول که بابریش دوشنبه سر ریش ای من میفه اومالیش دوشنبه مدرنگی سه شنبه مدرنگی چهارشنبه رفتن میگیریم بچه ها خیلی. دوستان عزیز وحدت سیتی را گذشتیم و آمدیم این فیض‌آباد دیار نازنین زیبی عاشقانی مجبین این فیض‌آباد برادران. سالی را هستی خیلی کردم ده چیزی اومد گفتن میگیریم اینجا قهرمانان جمهوری تاجیکستان زدگی این بابا جان غفورов این امام علی رحمان میرزا ترسونزاده دبرد میرزا شاه نصرت الله مقصوم این شیرین شاه شاه تیمور این پیشمانده برادتیجی 10 براده با 10 این همه کسا رفته استیم شهری راغونه او که برف زدگی دیدیم بچه ها برفی نیسته خیلی برادر ها اینه کس شده همه کسا سرجمک رفته استیم با چیز شید علاقه میکنیم نه دوستان عزیز آمدیم راغون اینه برادر ها راغون دم رسیدیم. ما یک کم بار اینجا آمدیم شما آمدگین؟ بسیار خیلی سیم بار؟ برادرها این طرف راغون ارگینال این اینجا باید باشه این کمازای راغون این طرف راغون تا میتونه اینجا طرف دست راست تا بخه این راغون نوزیه تای کمر دادی این برادر این راغون این خاک چند برادرها آبادی وطن شهرک راغون په اینو ببینید گلکاری را ببینید راغون کی میدونه اینجا شب نیستم من کجا گپ زدم مولتی کشیره خیت کردی اینا برادرها هفتی عروسابی خر نکنه حقیقت جای بازه بده حقیقت جای بازه بده رنگ چیه یا؟ بطنیسکیه یا؟ برادرها شو عزیز آمده این خیلی مورودان انا پوشه بچه پوشه زبید سازم نه برادرها اینا اکمه داریم یک جای تماشا میکنیم چی گفتیم برادرها خیرت هم ما می‌بینیم نیستیم اینجا اینه برادرای عزیز بیا صورت بگیریم خط بگیریم او تو جوره به جوره دستی به دست کنیم سازیم راغونه. هزار احمد همه کارگرای راغون ده یک جای میریم تماشا میکنیم رفتیم اینا برادرای عزیز اینا همه کسا اومدیم راغون
تومان ای تومان خب اینا جای زیباترین روغون برادرها تماشا کنید و حلاوت بر اینجا جای زیباترین شد. اینا بهترین جاها روغون آینده تاجیکستان. اینا برادرها خوش آمدید. баъзаҳои ширкатҳои сохтмонӣ ки дар ин нерӯгоҳ кор фаъолият мекунанд, баъзаҳои техникишон, хобгоҳҳошон, амборҳои захира намудани маводҳои сохтмонишон. از اینجا با چی رو میبینیم ما؟ اونجا شما اهمیت بکنیم اونجا خیلی تپای سنئی میشود. همین وای کاری دستی انسان است. ما از کاریرها کشانده وای موادها برای ساختمانی پلاتینمون استفاده میشه. ما همونجا بیاده 80 میلیون کوب مواد لازمی که برای پلاتینمون داشته وجود داشته. بعد از اونجا ما کانیر هم دونه که وقتی که پورا با استفاده دادیم همین نیروگاه ما تمام طلبات های یعنی استقلالیت انرژتیکی میگیم با همون نایل میشیم. باز میتوانیم که نیروی برق با دولت های همسایه‌مون فروشیم. یعنی اگرچه دیگه نمیشه عموما. بعد میگن که نیروگاه های برقی آبی از همه نیروگاه یعنی که برقی ارزان است در جهان. همین حاضرم در تاجیکستان چنده 20 دوستان عزیز خیلی جای آباد بنهایت بود و هواش مده پسند آمد. این روغون ها کسانی که مقصد این حال بیکاران معرمت بیان این جای کاری خوب همه برادرها در اینجا کار و فعالیت کردن. بهترین جا حالی انشالله که دوام ویدیوهای ما رو تماشا کنین. ما میریم در تونلا و همه جاش میریم. من یک تا شما رو نشان دادم میگیرم. بهترین جا بهترین مکان این همه شما رو کار دعوت میکنیم. معرمت بیاین کسانی که بیکارن معرمت بیان کار در روغون یک جای میشیم یک مشت میشیم انشالله که روغون میسازیم. این برادرها با اینجا ببینید اینجا رو ببینید بهترین جاها. این برادرای عزیز بهترین جاها اینا چخیلی که شما دیده استین این روغون آبادی این تا میخویم اینجا دکتر. سلام علیکم دکتر جان. چی گفتن این خدا؟ دوستان عزیز با تماشاگران کانال دوستمراد شریپов. دوستان عزیز ما در مکان استراتژی برای دولت و ملت ما قرار داریم. عین پرسش و تماشا کردن روغون. در روغون ما یعنی که آنها کسانی که متخصص هستند آرماتور بند هستند و دیگر کارهای ساختمانی را میتوانند در روغون آمده کار کنند. دوستان عزیز در دوام نوار ما شما میتوانید جاهای مخصوصی که امروز بچهای ما زحمت کشیدن به خاطر آینده درخشان تاجیکستانی ما. همه شما رو کار دعوت میکنیم. همه کارگر در کارهای مقصد خجو میره میگن که وای کار نیست. این کار مرمت میگه آدم کارگر فقط در کار کنی مهنت کنی انشالله در آینده با دوامش تماشا کنین. پایان قسم یک میکنم برادرو. چه گفتی دکتر؟ بله. با دوامش تماشا میکنیم. رفتیم.